هلو گایز، چطورید بچه ها؟ امروز اومدیم با یه ویدیو خفن اصلا هیچی، فقط سروایور. امروز قراره بریم چیز کنیم، بازی تموم کنیم دیگه، ولی ویدیو ها پارت داره. چی فکر کردی؟ فکر کردی الکیه؟ چی فکر کردی؟ خب بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اول از همه بهتون بگم که تو این چند روزی که خط بوده اتفاقا خیلی بدی افتاده. به همه تسلیت میگم، همه ایرانی‌ها که خانواده‌هاشون از دست دادن. تسلیت به همه. بریم. اول باید بریم چوب بزنیم. این مود یه کار میکنه که درخت میفته. فقط نمیدونم چرا وقتی میای اینجا میشینی پرتت میکنه هوا این شکلی. گوشنم دوستان تر زدیم. بازی رو پیسفول بود، الان گذاشتمش توی اول بعدش گاو دیدی میکشی. بابا باریکل. راستی براش این اسکین دیم پیدا نکردم. 64 هر کی میدونم کانال ریزیکا نظرتون رو بزنم. چه حرفی بود داشتم میگفتم. اسکین رو دیدیم نتونستم پیدا کنم چون همشون 64 بود. حالا تا اسکین 128 در 128 پیدا کنم این اسکین رو داریم. کنم داره دیگه. بله نایس. گوسفند به ببعید. گوش 3 تا گوش در بعد داریم زیر زمین. وقتی میرید زیر زمین چیکار میکنید؟ اولی کرافتینگ تیبل اینجا رو هیچی برید، اصلا فقط کرافتینگ تیبل. اول چوبات رو تبدیل میکنید، بعد یه کرافتینگ تیبل میسازید، چوبات رو میذارید که دست خالی باشه. بعد اینجا یه استیک، یه کلنگ، یه اسپیر. خب میریم پایین 16 تا دونه فقط باید سرگیری کنیم. فقط 16 تا، بیشتر از 16 تا اگه خواستید میتونید بکنید، ولی 16 تا کافیه. چون یه فرنیس میخواید، یه کلنگ میخواید، یه عکس میخواید، یه شمشیر سورد میخواید دیگه. چیش عکستون هم سنگی باشه بهتر. از چوبی، حالا چوبی هم میتونید استفاده کنید ولی سنگی باشه بهتر. خب 12 تا. خب این هم بکنم 14 تا. 2 تا اینا دارم بکنم میریم بالا. بعد اینا رو میکنیم. حالا میریم بالا. ای بابا من آدم ندارم. فقط پسرخوانده رفتیم بازی کردیم. راستی بچه اول بگید، اینو تو کامنت هاتون بگید، پسرخوانده یا ماینکرافت؟ میخوام ببینم که طرفدارای کدومشون بیشتره. پسرخوانده یا ماینکرافت؟ تو کامنت ها بنویسید. میخوام جنگ را بندازم، جنگ بین ماینکرافت و پسرخوانده. کی به نظرتون میبره؟ به نظرتون کی بهترین بازی میتونم حرف بزنم اومدم یوتیوبر شدم. خدا بس دیگه. وای نرفت.
توهمیه چرا؟ خب این دور برا گنج نیست. نخ نارگیل لختی چی میگم اینو یادم بزرگیشونو. خب به به 3 تا نارگیل اینا رو بر میداریم بریم هوا. اینا رو هم تبدیل میکنیم میخوریم. الان که گوشتمون نیست ولی بریم ویلیج. Oh my god! Wow! پشمام ویلیج. ای اوف این ویلیجه. اوف دیگه زامبی. هر چی دارید برید. وای گیر کردم. الان که قیچی داشتم میتونستم راحت چیز کنم. چون گفتم اینجا الان آیرون گولم داره. خب ای بینو یه نه اینوشتی کلاف گرفتم ولی بدرم به طرف نمیخوره ولی گذاشتمش. هی بید دارم رکورد میکنم. هی بید اون شارژ فقط دارم 28%. سکوت مرگ. بچه ها شما میرید ویلیج این هی بیلا میکنید یا نه؟ یا مثلا آیرون گولم رو با چه روشی میکشید؟ کامنتر رو برام بنویسید برام جالبه بدونم. به داداشم ویلیجر. ببین دیگه زبط چقدر پوینه. اینجا دیگه چیزی نیست. ای تخت یه چیز داره. سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. وای ببین نه غلط کردم آقای ویلیج نیم قلبم. ریسپان کجا میشه ست کرد؟ وای اینجا میتونم بیاد. به دوزار آزاد میده. میرون مرد. خب ویدیو تمامه. مردم ای بابا نوب سه. وای حالا باید برم ببینم وسایلمو چجوری بخوام پیدا کنم من. واو بچه راهش هم همچین دور نیست. دورش هم نزدیک. دورش هم نزدیک. راهش هم نزدیک بود ولی مردم. اینجا ریسپان ست میکنه. این زرنگی مردیم از دقیقه میدونم. خب وسایل عزیزم اینجا. مرد که. خب وسایلمونو. وای شمشیر کجاست؟ Why are you crying?
جان سلام. اینه اینم داداشمه. نه نمیخواستم این کنم. نگاه بردار خوبه. سی دارم برمیداریم. سی بخواب مسیل ندارم ندارم. کجا مورد مسیل ندارم؟ نه بدرسته بترک بترک بترک. اوه اینجا اصلا نمیشه موند. خداحافظ. هی بلا اینجا رو بکنم. خداحافظ. بای نه تقل بریم موون تو دیدی؟ نه خودتون این همون قاره دوباره باید برم سعیدم برم. کلنگ هم خدا رو شوی حداقل این کلنگ چوبی موند. اندرمن با کی کار داریم بابا برم ببین هر کی بیاد جلو میزنم. بیا حالا بیا جلو. بیای جلو میزنم. بیا بیا بیا. ای گو خورم نیو. اینجا بریم اینجا. ضربه یک دو سه. ضربه یک دو سه. یه هیبل بده. چلا چه هیبلی. برو بذار. خدا بس دیگه. نه اوه اینجا ریسپانم سه شد. اینجا سه شد. خدا من تو ویدیو رسیدم مسائلم. خب گایز من رسیدم مسائلم ولی یه اسکلتون هم اون بره. مسائلم بده. میدونم چیزی دوباره ازش کم نشده باشه. موقع دید اوه آهن آیرون برون بر نبینم من میخوام بد بذارم بخوابم حالا که من نبینه. اوبر اوبر ای کور شدم با ببین نه پدر سگی ببین برو ببین بابا من میگم گنگ من 2 ثانیه بعد میمیرم از این گنگ. تیر رو استخوان بگیریم بکرفتیم بابا. ماب دور برمه سنگ بده وای کیه نمیر ای مد وای داره میاد کمم کن بدم کن مرسی
مرسی باورم. درود به شرفت، درود به عظمتت، درود، فقط درود. 2 3 4 9 تا میخوام. نه اکتر بودم 8 تا. 2 تا زغالم بکنیم که مس میخوایم بکنیم آرمار درست کنیم. اینم اینجا، اینم بذار اینجا، اینم بیا پایین. بچه ها راستی ویدیو رو لایک کنید. چرا بالا نکردم؟ مثال بده بوتو دیگه. بعد داریم وایرون هم بکنیم سری شیل بتونیم بکنیم. اونا اسکلتون هم میگیرم مثل سگی میزنم. رفتم برو اومده بغلم. خدایا بذار من زنده بمونم. چیکار به من داری؟ الان زامبیا میسوزن مثل سگ. شیلد آرمو رو بسازیم و بعدش بریم برای پارت بعدی. چند تا بگم؟ اگه این ویدیو به 15 تا دونه لایک برسه میریم برای پارت دوم. پارت دوم اگه قرار خفن‌تر بشه، ببین فول آرمور شدیم، میریم برای پارت دوم دیگه. برگردیم ادامه ندیم و چون دیگه شارژم ندارم، گوشیم داره میترکه تو دستم. قابم مجبور شدم بذارم تو فریزر. شاید باورتون نشه. نم بکنیم. زغال میخوام. اینقدر اینجا زغال زیاده که یه استیک قشنگ میتونم زغال جمع کنم. نم بکنیم. قشنگ دیگه زغال دفعه بعدی فکر نکنم لازم داشته باشیم بکنیم. نه زغالم چقدره؟ نه گو خوردم، باید بکنیم. قشنگ دیگه زغال دفعه بعدی فکر نکنم لازم داشته باشیم بکنیم. امس کی گفت اصلا نباید بکنیم؟ زغال نباید پارت باید بکنیم. من اونو گیر بیارم. تا بودم صداشی در نگره تو. آره من اونو گیر بیارم فقط بهش میگم. اینم بذاریم و 9 تا هیچ چوس پلیت میسازیم و بعد 2 تا یه دونه
از اینا اینم میندازیم، این دوتا رو بندازیم. خب دوتا یه سویر بودو دیگه. بس یادتون نره حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید که ویدیوهای بیشتر براتون میذارم. اگه این ویدیو به 15 تا لایک برسه پارت 2 رو میذارم. تازه یه سورپرایز دارم، اگه کل این پارت ها تموم شه و پارت آخر ویدیو 25 تا لایک بگیره براتون یه دونه مود میذارم که بریم فقط یه دونه دایموند پیدا کنیم. چالش یه دونه دایموند، ولی لانگ ویدیوه. این به بعدم سعی میکنم بیشتر براتون ویدیوهای شورت بذارم. آره یه سورپرایز دارم برای اگه 25 تا آخرین پارت لایک بخوره، میریم اونو براتون میذارم. نمیگم چه سورپرایزه. چوسی. خب گایز ما هم لباسامون رو ساختیم و ما چرا اندازه یه بلاکم اندازه یه بلاکم کوچیک کردم خودم، شاید باورتون نشه، ولی خب لباسامون هم ساختیم و آره دیگه. ازتون خدا نگهدار میکنم. چی میگم؟ ازتون خداحافظی میکنم تا پارت بعد انشالله بهتر بتونیم بازی کنیم. بهتر بتونیم پیش بریم. پارت بعد فکر کنم بریم منابع جمع کنیم، بعد پارت بعدش هم بریم پولی میسازیم دیگه. فعلا خدا بیا برو اونور. آخ نگاه کنید میگه که فعلا خدا حافظ.